مسئول اومده میگه ما شهید دادیم شما بی‌حجابی کنید. نه، ما شهید دادیم شما خوب اختلاس کنید، خوب بخورید، خوب بچه هاتون بفرستید خارج کشور، خوب پولا رو خارج کنید. چرا نمیخواید بفهمید شهید رو مردم دادن، شما ندادید؟ چرا نمیخواید متوجه بشید بحث فقط بحث حجاب نیست، مردم کشته نشدن، هیچ کسی جلوی خانواده‌اش سرش بالا نیست، همه سرشون پایینه به جز یه عده خیلی کم. شماها شرمنده شهداید، شماها، این مردم سرشون بالاست، شماها باعث همه چیزی دارید. کسایی که دزدی میکنید، اختلاس میکنید، رانت میکنید، بچه هاتون برن، خدا ازتون نگذره.